16 май дар деҳоти ба номи Исмат Шарифи ноҳияи Данғара, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با آغاز ساختمان مرحله دومی کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زیره‌پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سپرگروپ سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور برای عملی‌شوی برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 زمینه گذاشته با تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نگرانیده شده است. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 گکتار را تشکیل نموده با فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمتی از احتیاجات کشور با تکنیک و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با جای کار دائمی تأمین می‌گردند. ضمن صحبت با مسئولین ساحه و راهبریت کارخانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای باز هم افزون نمودن حجم استحصالات و نمودهای محصولات با طلبات زمان مطابق ساختن صفت آنها و همزمان به راه ماندن آموزش و آماده‌سازی متخصصان محلی به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند.